سلام رفقا، امروز این گاراژ وسط جنگل پیدا کردیم که یه همچین پیرمرد قولی اینجاست. نگاه خیلی هم راه نرفته. اومدیم گفتیم آقا موتوری پوتوری که رفتیم نگاه کردیم دیدیم اوکی بود، تمیز ممیز قشنگ استارت میخورد، اوکی بود. گفتیم فقط یه لاستیکا رو عوض کنیم و یه اینجا یه بشوریم و بساویم که قشنگ میخوایم هزار دلار بفروشیمش. خب اینجا هم یه بخاری زدیم که قشنگ خفن شه. اینجا هم پف میکشیم، اینجا هم شلاب 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 پف قشنگ تمیز میشه. اینجا هم یه سنباده کشیدیم انگار کثیف بود. اینجا هم یه اسپری، یه دستمال کفی، یه دستمال تمیز و به به. اینجا هم بکشیم، میخوایم ماشین قشنگ صفر کنیم دیگه، میخواد هزار دلار بره. خب اینجا رو هم تمیز میکنیم، اینجا رو میکشیم. نگاه کثافت تا اینجا نفوذ کرده، خاک تو سر نگه دارندش. خب اینجا رو یه دستمال زدیم، گفتیم بیایم رو در رو هم یه چیزی بکشیم که قشنگ تمیز شده باشه، میخوایم قشنگ ماشین صفر شده باشه. اینجا رو هم کشیدیم قشنگ. اینجا هم گفتیم بیایم رو فرمون هم بکشیم قشنگ رنو، بچه ماشین رنو ها، هم پشمام ریخته بود. خب گفتیم کفیارم یه تمیزی بزنیم که قشنگ خوب شده باشه. اینجا هم اتکلون. بچه لایک کامنت فراموش نشه تا یه ویدیوی دیگه. بدرود.